اوله کمبود داره، عقده داره. میدونی چی میگم؟ دوست داره بهش توجه بشه، چون بهش توجه نشده، چون ضعف داره، میخواد اینجوری ضعف و عقده‌های خودشو خالی بکنه، چون تو خیلی ازش بالاتری، چون فقط تو این حالته که میتونه خودشو ارضا کنه، خودشو خالی بکنه. فقط و فقط همینه دلیلش. حسادتیه که داره بهت میکنه و پنهونی نمیذاره تو بفهمی. سر اینه که تو رو جلوی این اون همش خرابت میکنه، مخصوصا جنس مخالف. حالا دختر پسرم نداره چون خیلی زیاد شده. داره بهتون حسودی میکنه، داره میسوزه، داره آتیش میگیره. اصلا ناراحت نشین، اصلا ناراحت نشین و خیلی راحت بذارینش کنار، تموم کنیم بره. تموم شده رفت. شاکریم.